الو، من عبدالقادر سالارزایی هستم از ایران شهر بلوچستان ایران. من خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و انشالله از درگاه خداوند عزوجل از شما جزای خیر رو طلب میکنم. واقعا با این برنامه ها و حرفه های دینی و مذهبیتون مردم رو روشن کردید. انشالله خداوند جزای خیر به شما عطا بفرماید و همیشه این شبکه جهانی وصال حق پایدار و استوار باشد انشالله. و خداوند انشالله من یک دعا میکنم برای حضرت مولانا عبدالحمید، همیشه این آدم روحانی مجاهد همیشه در صحنه، خداوند سایش در سر اهل سنت ایران استوار بداره و طول عمر با عزت و توأم با خدمت با جوامع اسلامی به این عالم بزرگوار عنایت بکنند. و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. خطاب من به تمام ظالمین و جنایتکاران جهان، به خصوص رژیم آخوندهای مشرک و جنایتکار و اعوان و انصار آدمخور ولایت فقیه است. کشور با کفر میماند ولی با ظلم نمیماند. خداوند فرمودند ید الله مع الجماعه، دست خداوند با جماعت است. هر چقدر که موحدین را شکنجه کنید و بکشید، نور خداوند خاموش شدنی نیست، اگرچه کافران کراهت داشته باشند. یتمم نوره ولو کره الکافرون. با خراب کردن نمازخانه اهل سنت نصیبی نمیبرید. روزی نه چندان دور به حول و قوه الهی بزرگترین مسجد موحدین را در تهران برپا خواهیم کرد انشاءالله. چرا که دست خدا بالاترین دست هاست. ید الله فوق ایدیهم. همان حضرت علی را که شما با فریبکاری مردم را مشرک کردید و او را به مقام خدایی رساندهید، فرمودن الاسلام یعلو و لا یولا علیه. اسلام از هر چیزی بالاتر است و هیچ چیزی از اسلام بالاتر نیست. و همین جمله میرساند که اهل بیت پیامبر موحد و مسلمان و تابع دین و جزئی از دین بودند، نه آن چیزی که شما تصور کرده اید که خدا 12 خدای دیگر مثل خودش خلق کرده. آنها بندگان موحد و صالح و مؤمن خداوند تبارک و تعالی بودند. البته 11 نفر از اهل بیت، نه امام غیبی که در چاه گیر کرده. شماها خداوند در چاه گیر کرده. شماها خداوند در قرآن کریمش فرموده است و من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در طول تاریخ 35 ساله ننگین شما جنایتکاران و مشرکان و یهود و امت کاری جز کشتن موحدین و مشرکان انجام ندادید و روزی پیروزی موحدین و سرنگونی پرچم شرک و کفر نزدیک است. و این وعده الهی است که نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. موحدین را که به استضعاف کشانیده‌ای وارثان زمین هستند و پیشوایان آنان علمای موحد و مؤمن، چه با که موحدین را شهید می‌کنید. منتظر انتقام خداوند باشید که خداوند بسم الله القاسم الجبارین است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.